احترام پول ملی و ارگ گذاشتن به آن قرض شهروندی هر یکی ماست. موضوع پایان رفتن قرب اسعار خارجی نسبت پول ملی سامانی امروز در زبان اهالی کشور هر زمان شنیده می شود. سبب‌های پس شدن اسعار خارجی این پیش از همه زیاد شدن برابرکنی‌های بین دولت‌ها با اسعار ملی می باشد که همه روزه حجم این گونه عملیات‌ها زیاد شده ایستادند. سبب دیگر این بالا رفتن نرخ طلا در بازار جهانی که همچون واسطه مالیوی پرداخت‌پذیری بلند بوده امکان می‌دهد که آن همچون پس‌انداز نگاه داشته شود. همچنین از جانب تشکیلات‌های قرضی مالیوی فایزهای بلند برای جلب پس‌اندازها معین شده و اهالی امکان می‌دهد که در مورد پس شدن قرب اسعار خارجی با تلفات‌های قرب روبرو نشده فایده زیاد به دست آورند. نگفته نماند که بیرون از هر بانک، فیلیال، مرکزهای خدمت‌رسانی بانکی، نقطه خدمت‌رسانی خزینوی و بانکомат و ترمینال‌ها انجام دادن عملیات‌های مبادلوی قطعاً منع است. با اسعار خارجی ما باید بسیار تکیه نکنیم چون اسعار خارجی پول ملی مملکت‌های خارجی میباشد. چطوره که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گفته است احترام پول ملی احترام ملت است.